سلام چطورین؟ خوبین؟ به چنل من خیلی خوش اومدین. امروز قراره چند تا از محصولاتی که هیچ وقت دیگه نمیخرمشون رو بهتون نشون بدم. البته اینا همشون نظر شخصی منه، از هر کدوم چند باری استفاده کردم ولی خب نتیجه‌ای نگرفتم، برای همین قراره به شما نشون بدمش. امیدوارم که خوشتون بیاد. نکته اصلی اینه که همه اینا نظر شخصی منه و ممکنه یه نفر از این محصول خوشش بیاد و استفاده کنه و راضی باشه. کانسیلر و کرم پودر رولوشن که دیگه هیچ وقت نمیخرمشون به خاطر اینکه پوست صورت رو به شدت خشک میکنه. من پوست صورتم خشک هست و این 2 برابر پوستم رو خشک میکنه و نه اصلا دوستش نداشتم، خیلی افتضاح بود. اصلا هم پوشانندگی نداره، هیچی رو کاور نمیکنه و دیگه هیچ وقت نمیخرمشون. البته بگم رولوشن خیلی محصولات بهتر داره که من خیلی هاشو دارم استفاده میکنم و واقعا راضیم، ولی این دوتا اصلا خوب نبود اصلا. محصول بدری حالا بگو چی هست؟ محصول بعدی این پودر فیکسا یا پودر بیکای کلوره که اصلا پکیجینگ خوبی نداره، کلن یه سره داره میریزه، پوشانندگیش هم اونقدری که باید نیست و خب من اصلا دوستش ندارم، اصلا دوستش ندارم. و چون پوستم خشکه هر موقع ازشون استفاده میکنم تمام صورتم پوست میشه و اصلا نمیتونم ازش استفاده کنم، همینجوری مونده. محصول بعدی که خیلی طرفدار داره گابرینی که من کرم پودرشو دارم و خب خیلی ازش تعریف میکنن توی سوشال مدیا و من به خاطر تعریفای زیادش خریدمش و اصلا دوستش ندارم. پوشانندگیش بد نیست، بگم محصول بدی نیست، ولی من بیش از حد ازش استفاده کردم، یعنی 1 هفته مداوم پشت سر هم ازش استفاده کردم. صورتم اینجوری پر جوشای ریز قرمز شد و اینکه پوستم خشکه و این یه ذره بیشتر خشکش میکنه. وقتی که میخوام کرم پودر رو استفاده کنم زیرش خیلی باید آب رسانی کنم. خلاصه که من دیگه نمیخرمش، شما رو نمیدونم. محصول بعدی رژگونه‌های شیگلمه که عکسش رو اینجا میذارم. برای من متلاشی شد از هم، برای همین انداختمش دور. پکیجینگش رو دیدین، به شدت ازش میریزه، کلن حجمش یه ذره هست، همونی هم که توشه باز میریزه، هم از دورش میریزه هم اصلا پکیجینگ خوبی نداره. با اینکه خیلی ازش تعریف میشه، خیلی همه دوستش دارن و خب من خیلی باش مشکل دارم و هر کسی که میگه من ازش خوشم میاد هرسمو در میاره. چرا؟ و دیگه من هیچ وقت نمیخرمش، هم به خاطر پکیجینگش هم به خاطر اینکه وقتی ازش استفاده میکنم با اینکه وقتی میزنمش روی گونه‌ام باز با رژگونه پودری خشکش میکنم، بازم اونقدری که باید موندگاری نداره. آخرین محصولی که میخوام بهتون بگم این رژگونه پودریای فورور 52 که به شدت پیگمنت خوبی داره، به شدت من دوستش دارم، ولی همونجور که میبینید پکیجینگش خیلی ضعیفه. فکر کنم همون 2 روز اولی که خریدمش این اتفاق براش افتاد و خب از وسط هم شکست. من خیلی مراقبش بودم باور کنید، ولی خب شکست. خیلی محصولای دیگه هستن که من ازشون استفاده کردم و اصلا ازشون راضی نبودم. اگه دوست داشتین میتونین کامنت بذارید توی یه پارت دیگه اونا رو هم بهتون معرفی کنم. یه پست دیگه دارم که راجع محصولاتیه که به صرفه و ارزونن، تو همین چنل میتونین ببینین، این بالا براتون میذارم اگه دوست داشتین ببینینش. ممنون میشم نظرتون رو راجع به همین پستم هم بگین، برام کامنت بذارین. پیج اینستاگرامم هم که این پایین هست، ممنون میشم اگه فالو کنین. تا ویدیوی بعدی میبینمتون. خداحافظ.